سلام بچه ها، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. به این ویدیو خیلی خوش اومدید. تو این ویدیو میخوایم یه همچین چیزی درست کنیم با هم. یه کاستوم استاتوس دیسکورد که میتونه دکمه و متن‌های دلخواه ما رو داشته باشه و اون دکمه هم میتونن به یه لینکی متصل باشن و میخوایم این کار رو به راحت ترین روش ممکن انجام بدیم و نکته مهمش اینه بدون معطلی میریم که ببینیم چطور میشه این کار رو انجام داد. خب بچه ها، میریم که داشته باشیم. اول از همه یه بروزر باز میکنیم و وارد این سایت که سایت در واقع ونکورد هست میشیم که لینکش داخل دیسکریپشن هست. تمام لینک هایی که داخل ویدیو استفاده میکنم رو میذارم. گزینه دانلود ونکورد رو من انتخاب میکنم. یه همچین فضایی است. اگه ویندوز هستی، اگه لینوکس هستی، مک هستی و یا حتی داری از در واقع بروزر حالا کرومی، موزیلا فاکسی یا هر چی که دیگه داری استفاده میکنی. خب من چون ویندوزم نسخه ویندوز رو باید دانلود کنم که در واقع قبلا دانلود کردم و دارم. و چون برنامه ترد پارتی حساب میشه و حالا مثلا 1-2% احتمال بند شدن هست، من از برنامه دیسکورد پی تی بی استفاده میکنم. نسخه پابلیک تست دیسکورد که در واقع هیچ کدوم از ترمز آف سرویس های دیسکورد توش عملی نمیشه و شما میتونید راحت ازش استفاده بکنید. لینک دانلودش رو میذارم. و خب من این برنامه رو باز میکنم. یه همچین فضایی رو به من نشون میده که در واقع اینجا باید نسخه دیسکوردی که در واقع میخوام حالا این پلاگین روش اینستال بشه رو انتخاب کنم. استیبل همون نسخه اصلی دیسکورده که شما دارید استفاده میکنید، ولی ما قرار از PTB استفاده کنیم، پابلیک تست دیگه، درسته؟ پس این رو انتخاب میکنم و اینستال رو میزنم و در واقع خب نصب انجام میشه و میبندم. فقط این رو دقت داشته باشید که قبلش باید اون نسخه دیسکوردی که میخواید روش نصب بکنید رو کامل ببندید برنامهش و باز نباشه. حالا من دیسکورد پی تی بی رو میزنم که باز بشه. خب وقتی که دیسکوردتون باز شد، وارد بخش یوزر ستینگز میشید و این کنار در واقع این صفحه رو میکشید پایین تا جایی که برسید به سربرگ ونکورد، سربرگی که خب جدید در واقع اضافه شده و بعد از نصب شما این اتفاق میفته. وارد بخش پلاگینز میشیم و کلمه ریچ رو سرچ میکنیم. خب کاستوم آر پی سی در واقع چیزیه که پلاگینیه که ما باهاش کار داریم و تیک این رو میزنیم تا روشن بشه و در واقع این چرخ دنده رو میزنیم که بریم بخش ستینگزش. خب این رو همینجا میذاریم و وارد دوباره بروزر میشیم و میریم داخل در واقع دیولپر پورتال دیسکورد که لینکش رو میذارم و یه اپلیکیشن باید بسازیم. اسمش رو میذاریم استاتوس تست که من فکر کنم اشتباه نوشتم، استاتوس تست. این تیک رو هم میزنیم که با قوانین مشکلی نداریم، ساخته میشه. با هیچی ما کاری نداریم و تنها چیزی که میخوایم این اپلیکیشن آیدیه. روی کپی میزنیم تا کپی بشه و این رو میبندیم. خب اینجا نوشته اپلیکیشن آیدی required، پس من اینجا اپلیکیشن آیدی مو مینویسم. حالا اپلیکیشن نیم داریم، دیتیلز به عنوان لاین 1 و استیت به عنوان لاین 2 داریم. خب اینجا چه چیزهایی میتونیم قرار بدیم؟ یه عکسی من براتون داخل ویدیو میذارم که در واقع این نشون میده جایگاه های این متغیرها داخل اون استاتوس کجاست. پس با توجه به این عکس من نیم رو مثلا اردوان 81 میذارم، دیتیلز رو کانتنت کریتور که اشتباه هم نوشتم، چقدر غلط املایی دارم، و خب در واقع استیت رو میذارم مثلا چه میدونم پرژین، مثلا فارسی زبان، ایرانی، هرچی حالا. و خب یکم که پایین تر بیایم اینجا یه چیزی داریم اکتیویتی تایپ. خب شما مثلا دیدید قطعا مثلا پلینگ مثلا فلان گیم رو داخل استاتوس یه نفر مثلا دیدید، یا وقتی مثلا اسپاتیفای یه نفر داره گوش میده لیسنینگ مثلا تو اسپاتیفای فلان. و خب شما میتونید اینجا این رو انتخاب بکنید که پشت این اردوان 81 در واقع پشت این نیمی که شما اینجا انتخاب کردید کدوم یک از اینها قرار داده باشه. مثلا پلینگ اردوان 81، لیسنینگ تو اردوان 81، واچینگ اردوان 81. خب مثلا چون من حالا به عنوان مثلا یوتیوبر داریم اینجا چیز میسازیم، من مثلا واچینگ رو میزنم، مثلا داره تماشا میکنه، چیز جذابی از آب در میاد. فقط یه نکته‌ای که هسته، شما مثلا اومدیم و خواستیم مثلا استریمینگ بذاری. الان من استریمینگ گذاشتم، این کادر پایینش هنوز برای من غیر فعاله، من نمیتونم لینک توییچمو بذارم توش.
چیکار باید بکنم؟ باید یه بار سیو اند کلوز بکنم، دوباره تنظیمات رو باز کنم. حالا من میتونم مثلا لینکم بذارم twitch.tv اردوان81 مثلا. ولی خب میگم مثلا من واچینگ میخوام بذارم، در نتیجه واچینگ میذارم، دوباره یه بار سیو اند کلوز که اون استریمینگ حالتش بپره و ادامه کارو میریم. تایم استمپ مود حالا خیلی چیز مهمی نیست. در واقع شما مثلا میتونی باز گذاشتن روی same as your current time، در واقع تایم زمان محلی، حالا مثلا اگه شما داخل ایران هستی تایم ایران رو توی استاتوس مثلا میذاره که بقیه ببینن توی مثلا محیط شما، کشور شما، لوکیشن شما ساعت چنده. که همچین چیزی واسه من جذاب نیست خیلی، برای همین روی نان میذارم. ولی اگه برای شما جذابه میتونید روی same as your current time قرارش بدید. خب وارد این بخش میشیم. بیگ ایمیج در واقع حالا لینک و تول تیپ و اسمال ایمیج دوباره لینک و تول تیپش، که من خب اینجا چند تا عکس پیدا کردم و مثلا من این رو به عنوان در واقع لوگوی بزرگم میخوام انتخاب بکنم و کپی لینک آدرس رو میزنم و میام اینجا لینکم رو میذارم و تول تیپ رو میذارم مثلا به عنوان مثال مثلا join me in Discord مثلا یه همچین چیزی می نویسم. فقط ببخش من حواسم نبود، باید لینک مستقیم خودش رو بدم نه لینک گوگل رو. و باید بیایم اینجا دانلود تر که نمیخوایم، کپی ایمیج آدرس و میایم اینجا لینک مستقیم رو در واقع حالا خود اون تصویر رو میذاریم. من حواسم نبود برای گوگل رو گذاشته بودم. و اینجا حالا مثلا اسمال ایمیج هم مثلا میام اینجا حالا مثلا مال تویچ هست، حالا این مال ما رو میبره توی مایکت یه جایی باشه که مثلا همینجا خوبه. مثلا حالا چرا اینقدر تنوعشم ماشاءالله هزار ماشاءالله خیلی زیاده، من اصلا گیج شدم یه لحظه. خب کپی ایمیج آدرس رو من میزنم و دوباره میام اینجا طرح میزنم و مثلا میزنم اینجا استریمر. و خب اینجا حالا میام قسمت باتن ها، باتن یک، باتن دوباره یک URLش و باتن دو، خب باتن دو هم URLش. من میتونم اینجا مثلا بنویسم my streams و اینجا مثلا بنویسم my videos. خب و مثلا اینجا لینک تویچ هم رو بذارم twitch.tv اردوان81 و اینجا مثلا بزنم که https در واقع youtube.com @اردوان81. خب که در واقع کمال تمام انجام دادیم دیگه. خب ما در واقع کلوز رو میزنیم، این صفحه رو کلا میبندیم، میایم توی یه سروری که ببینیم اوضاع از چه قراره و خب میبینیم که متن ها اومده، تصویرمون هم اومده. ولی خب باز جهت احتیاط من یه کنترل آر میزنم که در واقع صفحه دیسکورد من رفرش بشه، اگر ایمیجی چیزی از ریسورسی از دانلود بکنه و بگیره برامون. خب بعد از اینکه بالا اومد من دوباره این رو میزنم که ببینم و خب میبینیم که عکس دیسکوردمون اومده و همونطور که میبینید یه تول تیپ، یه حالت متن کوچیک وقتی موسمو میبرم روش میاد join me in Discord. روی توییچمون هم همینطور. و خب در واقع این پایین هم زیر پرژین یعنی زیر استیتمون لاین 2 تول تیپ عکس بزرگمون رو می نویسه join me in Discord. در واقع تول تیپ این عکس بزرگمونه دیگه. حالا فقط یکم این عکس توییچ زشت شد به خاطر رزولوشن و اینها، حالا یکم باید سایزشون رو درست بکنیم بعدم. و خب مثلا من اگه روی مای استریمز کلیک بکنم میگه که خب شما داری از فضای دیسکورد خارج میشی و داری به این لینک هدایت میشی، آیا میخوای بریم؟ مثلا من میزنم بله من میخوام سایت رو ببینم و کلیک بکنم، خب صفحه وب برای من باز میشه و توییچ اردوان81 برای من بالا میادش. و خب یوتیوبمون هم تست بکنیم، این هم ببینیم که داستانش چطوریه. این هم بزنیم یوتیوب ما بالا میاد، یکم با زور ولی بالا میاد. سلام بچه‌ها، آرام. و خب این بود از حالا پروسه کار. و حالا شما مثلا دوباره حالا مثل الان من که مثلا این عکس پایین مثلا یکم بد شده، مثلا شما میری یه عکس خوب پیدا میکنی مثلا توی دیسکورد آپلود میکنی و لینک اون عکس حالا مثلا دیسکورد رو قرار میدی به جای این بنده خدایی که ما اینجا آوردیم. کجا رفت؟
این دو قسمت. حالا اگه مثلا تصویر بیگ رو میخوای عوض کنی، مثلا الان تصویر بیگ من اوکی بود، من باید مثلا اسمال رو تغییر بدم. و خب اینم از این موضوع. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. هر گونه سوالی بود داخل کامنت ها بپرسید. تا ویدیو بعدی، خدا یار و نگهدارتون. خدافظی.